اخبار تاجیکستان و جهان را از سوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخواجه هستم همراهتان. در برنامه امروز 1 اپریل اطراف این موضوعها صحبت خواهیم کرد. برای پیشگیری از کرونا ویروس در دوشنبه نقلیات جمعیتی دیزینفکسیون می شود. مسافران از این اقدام مقامات استقبال می کنند. برای مردم خوب است. برای که ایامون کسل پیشگیری میکنند. هر خیلی آدم سوار میشد اونجا. مهاجران دستگیر شده توجیک در بازداشتگاه موقتی شهر ورونژ از نمایندگی توجیکستان در روسیه امداد میجویند. از سبقت‌های خرد نوروزی تو میدان‌های جهانی ورزشی و یا چگونه دخترک دهاتی توجیک با پسران گشتین میگیرد. بعضی‌ها فکر میکنند که این دختر چی و گشتینگیریش چی؟ Президенти Радиои Аврупои Озод-Радиои Озодӣ дар номае ба вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон аз кӯшишҳои пайвастаи ҳукумати ин кишвар барои дахолат дар фаъолияти бахши тоҷикии Радиои Озодӣ ибрози ноумедӣ кардааст. Ҷейми Флай рӯзи 30 март ба Сироҷдини Муҳридӣ навиштааст имрӯзҳо ки хабарнигорони бахши тоҷикии Радиои Озодӣ барои бостоби дунёгир шудани вируси корона холигоҳи иттилоотиро пур мекунанд, ҳукумати Тоҷикистон монеъи талоши онҳо мешавад ва ҳатто парвонаи кори хабарнигориро از آنها دریغ می‌دارد. معاون اول یاور کاتب دولتی آمریکا الیس ویلز میگوید روزنامه‌نگاران دلیر و سرسپرده چون کارمندان خبرگزاری رادیو آزادی اطلاعات مهم و نجات بخش درباره کووید 19 را به مردم می‌رسانند. من از حکومت تاجیکستان دعوت میکنم که محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات را لغو کند و به همه کارمندان رادیوی آزادی اعتبارنامه بدهد. دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوترش میگوید سرایت کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 این جدیدترین تهدید به عالم از زمان جنگ دوم جهانی است. و افزوده است سرایت این بیماری همراه با رکود اقتصادی که با خود میآورد به وضع بهداشتی تاثیر منفی خواهد داشت. این در حالی است که شماره گرفتاران کووید 19 در سراسر عالم به 826,000 نفر رسیده است. با اطلاع دانشگاه آمریکایی جان هاپکینز که معلومات درباره کرونا ویروس را در سراسر عالم جمع می‌آورد، از این بیماری بیش از 40,700 نفر به هلاکت رسیدند. سروینوزی روح الله میگوید کووید 19 هنوز در تاجیکستان نیست، اما مقامات چاره‌های پیشگیری را سخت‌تر می‌کنند. برای پیشگیری از سرایت‌یابی به ویروس کووید 19 در دوشنبه تمام نقلیات جمعیتی و جای‌های سیر آدم بی‌ضرر یا دیزینفکسیون می‌شوند. در تاجیکستان تا هنوز یگان مورد گرفتاری با کرونا ویروس ثبت نشده است، ولی مقامات تاجیک میگویند در پی به سرعت پهن شدن این ویروس در جهان آنها نیز چاره‌های پیشگیری کننده را شدید کردند. در داخل نقلیات‌های جمعیتی پایتخت که نه همه ساکنان با نقاب طبی سوار میشوند، از این تصمیم مقامات استقبال کردند. برای مردم خوب است. برای که ایامون کسل پیشگیری میکنند. هر خیلی آدم سوار میشد اونجا. بسیار کاری نقص که خلور میزنند برای که قدر آدمی بسیار میگردد روزی در روز اتوبوس ترالبوس. البته احتیاط نیمی حیات گفتم. چقدر که ممکن هم قدر کنند اگر با فکر من خوب از معیار زیادترش هم نمیشه. رانندگان میگن نقلیات جمعیتی در یک روز 2 مراتبه، صبح پیش از آغاز کار و شام پس از انجام کار در قرارگاهشان با محلول خلور دیزینفکسیا کرده میشوند. خلور 5% زدن سر ابرابوتکا میکنه بگونه ابرابوتکا میکنه. مقامات اداره بهداشتی میگویند در اکثر اداره و مؤسسه های تاجیکستان چاره‌های پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس راه اندازی شده است. از جمله در باغچه و مکتب و بعضی از دیگر اداره های کشور هم برای احتیاط از پیشگیری از این راه استفاده میکنند. در تاجیکستان معمول است که صاحبان نقلیات جمعیتی و مسافربرها بجز از جای نشست چندین ساکن دیگر را سوار میکنند. برخی مسافران با پیشنهاد به مقامات بهداشتی خواستار تنظیم این وضع شدند. باید دیزینفکسیا نمیشود پیش راهی ویروس ها رو گرفت. ما امروز میبینیم که مارشروتکا ها از حد زیاد آدم میگیرند و با یک عدسه زدن مثلا کرونا ویروس هم نباشد که یک زکام عادی میتواند اطرافیان رو سرایت کند. به همین خاطر فکر میکنم که این تنظیمات نه تنها از سوی مقامات بلکه از سوی خود مردم هم باید رعایت شود. در تاجیکستان که به قول مقامات هیچ حادثه تصدیق شده آلودگی با کرونا ویروس به خاطر گرفته نشده است، تدبیرهای سنجش و جلوگیری از پهنشوی این ویروس تا رفت شدیدتر می شود.
دزینفکسیای نقلیات در دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نواری پخش شده است که در آن مقامات هندوستان برای مثال مهاجران کاری را از شلنگ دزینفکسیا میکنند. منصبداران ولایت اتر پردش هندوستان میگویند خادمان اداره سانیتاری دستور گرفته بودند اتوبوس‌هایی را که مهاجران را به این ولایت آوردند دزینفکسیا کنند، ولی پاکسازان در جوش و خروش کار مهاجران را هم جمع کرده با شلنگ دزینفکسیا کردند. دیروز قانونگذاران روسیه پیشنویس قانونی را تصدیق کردند که به افراد نادیده گیرنده کرانتین تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. روز سه‌شنبه دومای دولتی روسیه این سند را در حال به تصویب رساند که در این کشور سرایت کرونا ویروس در تن 2337 نفر تصدیق شد. طبق این سند هر کسی که با نادیدگیری کرانتین سببگار مرگ دیگران می شود تا 7 سال از آزادی محروم گردیده تا 2 میلیون روبل جریمه خواهد سپرد. ضمناً یک گروه مهاجران боздоштшудаи тоҷик дар русия мегӯянд баста шудани марзҳо барои пешгирӣ аз густариши вируси COVID-19 онҳоро дар асорат қарор додааст. یک ایده از مهاجران بازداشت‌شده تاجیک که منتظر دیپورتاسیا و یا خود اخراج از روسیه میباشند میگویند جنایتی صادر نکرده 2 ماه این جانب از آزادی محرومند. این مهاجران که در یکی از بازداشتگاه‌های موقتی شهر وارونژ نگهداری میشوند با فرستادن نواری از وضع خود شکایت کردند. آنها میگویند شماره شهروندان تاجیکستان در این بازداشتگاه 10 نفر است. از این بین تنها 1 نفر حاضر شد در مقابل دوربین حرف بزند. گابزا چند قج نمیجایی؟ یکی مشت است همزاده. چند گل فرزند داری؟ 3 تا فرزند دارم. این مهاجران بازداشت‌شده در یک اتاق و با شرایط نه چندان خوب نگهداری میشوند. به قول این مهاجران چنین حالت خطر گرفتار شدن آنها به بیماری‌های سرایتی از جمله کرونا ویروس را بیشتر می‌کند. این مهاجران گفتند آماده هستند با پول خود بلیط خریده به وطن انتقال داده شوند. آنها می‌خواهند نمایندگی تاجیکستان در روسیه به مشکلاتشان رسیدگی کند. سر 31 مارس در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مسکو نظام خاص کاری جاری شده است. کارگران از 31 مارس در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های پایتخت روسیه نوبتداری را شروع کردند. دوام 14 روز در خدمت خواهند بود. بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها دیگر متهم و افراد بازداشت‌شده را قبول نمی‌کنند. طبق تقاضاهای سانیتاری ملاقات با ادوکات‌ها و دیگر افراد مربوط محدود می‌شود. خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه در سامانه خود خاطر نشان کرده است که با دستور مقامات بهداشتی سر از 16 مارس در روسیه ملاقات محبوسان با نزدیکانشان متوقف شدند. در همین حال سازمان حقوق بشر امنستی اینترنشنال از مقامات روسیه دعوت کرده است که در مقابل تهدید بیماری کووید 19 برای حمایت 9 میلیون زندانیان روسیه چاره‌های ضروری اندیشیده شود. این سازمان به حکومت روسیه خاطر نشان نموده است که در میان بیش از 519,000 محبوس این کشور کمش 9,000 نفر بیش از 60 ساله بوده شمار زیادی در وضع ناگوار بهداشتی قرار دارند. کشورهای زیادی عالم در روبروی پاندمی کووید 19 هزارها محبوس را به خانه فرستادند، زیرا در زندانهای پر ازدحام خطر سرایت کووید 19 به مراتب بیشتر است. وزیر حج عربستان سعودی 31 مارس از مسلمانان در سراسر جهان خواست که تا معلوم شدن وضعیت پنجشنبه کرونا ویروس از برنامه‌ریزی برای سفر به این کشور و شرکت در مراسم حج خودداری کنند و انتظار بمانند. ظاهراً موسم امساله حج که در اواخر ماه ایول آغاز می شود تحت تاثیر پنجشنبه کرونا ویروس قرار خواهد گرفت. سالانه در موسم حج حدود 2.5 میلیون نفر برای ادای این فریضه اسلامی به عربستان سعودی سفر می‌کنند. عربستان سعودی فعلا شماره گرفتاران به کرونا ویروس را به 1,500 نفر اعلام کرده است و 10 نفر نیز در این کشور بر اثر این بیماری جان باختند. همساله از تاجیکستان هم هزارها نفر به عربستان سعودی به زیارت جاهای مقدس سفر می‌کنند. از جمله سال گذشته از تاجیکستان حدود 6,000 نفر به حج رفتند. حالا یک گزارش داریم درباره جوان دختر بباگ و بازومند توجیک. بعضی‌ها به مهارت او آفرین می‌خوانند، گروهی میگویند او نباید به این نوع ورزش مشغول شود. شاهده همگی 21 سال دارد و جوان پسران حریفش را یکی پس همدیگر به تخت پشت میزند. شاید در تصور شما این صحنه نگنجد، ولی در گزارش نرزولای لطیف و امردین اولیموف امکان دارد این لحظه ها را تماشا کنید.
شاهیده قلندر و امسال در دو مسابقه نوروزی شرکت ورزیده در رقابت با پسران غالب آمد و با مهارت بلند گوشتگیریش توسط شبکه‌های اجتماعی شهرتمند گشت. راهی این دخترک دهاتی تاجیک به ورزش کلان از میدانهای خرد و سبقتها در طی مراسمهای نوروزی آغاز شده است. حریفان او در این سبقتها همیشه پسران بودند. در دو میدان برآمد کردم. در یک تاش در ناحیه عبدالرحمن جامی برگزار گردید. در آنجا 4 پسر را مغلوب کردم و دویمش در ناحیه تیمور ملکی برگزار گردید. در آنجا یک دختر و یک پسر را مغلوب کرده سزاوار بسیار مکافات ها گردیدم. در جامعه سنتی تاجیکستان مردم به نمودهای ورزش مردانه مشغول شدن دختران را چندان قبول ندارند. شاهده میگوید نظر تماشابینان به اشتراک او در مسابقه های گشتنی ملی گوناگون است، هرچند در غلبه‌اش همه کف میکوبند. بعضی‌ها فکر میکنند که این دختر چی و گشتنگیریش چی. ما از جمهوری تاجیکستان بیرون برآمده با دخترها رقابت میکنیم و در گشتنی ملی که در جمهوری تاجیکستان میشود با پسرها. شاهده اول به سامبو شغل می‌ورزید. او سال 2014 در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان میان نورسان در سبقت دختران با مدال برنجی مکافاتانیده شده است. بعداً او جودو را انتخاب کرد و در این رشته المپی به نتیجه های بلند نایل گردید. شاهده را به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان داخل نمودند. او سال 2018 در بازی‌های تابستانه آسیایی در اندونزیا در سبقت زنان در رشته جودو تنها ورزشکاری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. والدین من همه وقت مرا دستگیری میکنند و به مسابقه میبرایم. همه وقت به من دعای خیر میکنند، دعای نیک میکنند که از میدان گوشتنگیری ساق و سالم به خانه برگردم. والدینم یگان هیچ وقت زید نشدند به من. انا در این مسابقه شاهده داور است. دوام 7 سال به جودو مشغول شدنش او نازکی های این نمودی ورزش را از خود کرده است. عنوان استاد ورزش تاجیکستان را هم دارد. در گشتن جودو بسیار ایستادن ممکن نیست، فقط حرکت کردن در کار. من بسیارتر گشتن جودو را استفاده میبرم در گشتن ملی. شاهده قلندر و دانشجوی بخش سوم دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان است. او حالا در هیئت دسته منتخب جودوی کشور برای دریافت راهخط به بازی‌های تابستانه المپی سال 2021 در توکیو مبارزه می‌برد. از امروز مفسیم دعوت بهاری ساکنانی از 18 تا 27 ساله توجیکستان به خدمت ارتش رسما آغاز یافت. امسال جوانان سال تولدشان 1993 تا 2002 به خدمت حربی سفربر خواهند شد. در توجیکستان مسئله دعوت به ارتش مسئله به اصطلاح جنجالی باقی میماند، چون تعدادی از جوانان از خدمت در صف ارتش خودداری میکنند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش توجیکستان دانسته می شود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می گردد. بینندگان عزیز، فردا ما در این باره گزارش مفصل خواهیم داشت. و با نگاه به اخبار ساعت برنامه امروزی اخباری آزادی را به پایان می‌رسانیم و شما را تا 24 ساعت آینده امکان دارد خبرهای نو را در وبسایت ما پیدا کنید. همچنین نوار و گزارش‌های روز در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب گذاشته می‌شود. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی همان دسترسند. فراموش نکنید. من شما را فردا در نوید بامدادی منتظر می‌مانم. تا فردا، خدا نگهدارت.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.